آره، ما مسئولیم و باید مسئولیت خود را ادا کنیم. اما جدیترین نکته این است که فراغتی از پهنتون فراغتی از مسئولیت نیست. ما عصاکش سرزمینی هستیم که کتابهایش را آب برده، خاطرهایش را آتش سوزانده و زمان ما را از ما دزدیدند. سردی و سکوت، یأس و اضطراب، هجرت و فرار، ناله و آه، وحشت و یتیم، بیوه و معلول، گدایی و فقر، اعتیاد، نتوانستن و نگذاشتن و نخواستن و نه. و آره، وارث سرزمینی هستیم که زندگی تودش توده انباشته از عقده ها و رنج ها و جراحت است و مملو از آرزوهای مرده، امیدهای به باد رفته و خواستنهای سرگفته و عشقهای بی سرانجام. قلمها راکد، کتابها بسته و در یک غفلت بزرگ تاریخی. آره، ما وارث این سرزمینیم و در یک نابرابری عمیق با کشورهای دیگر. به تعبیر شریعتی آنها قرن‌هاست که از قرون وسطا عبور کردند و ما در متن آن زندگی می‌کنیم. آره، ما مسئولیم، همه ما مسئولیم و تمامی این مسئولیت پذیری ها کار و صبر و تلاش می‌خواهند. آره، فراغت از پهنتون فراغتی از مسئولیت نیست. با جهان سپاس از بانوکوشان که زیبا ایراد سخن کرد و اینک در کمال مبرت و مسرت دعوت می شود از آقای محمد عیسی فرزان که در جایگاه تشریف آورده و به نمایندگی از فارغان ذکور ایراد سخن کند. در کمال افتخار تشویقشان کنید. تا